سلام برادرای عزیز، در صبح دم تمام خوشی‌های زندگی را براتون تمنا میکنم. یک قصه نوبتی براتون پیشنهاد میکنم. مرحمت کرده با تمام صنعت نازکیاش گوش کنین. مردکی بیچاره میخیزه بنیسه میروه پیش دکتر میدروه. دکتر جان سلام علیکم، کارو چخیر نسترین چخیر؟ ما ده پرابلم شدگی. ما چوتا خطیه میزنه خوخزم بد شدگی. دکتر میگه خیلی گم نه، ما برای همین دکترها که ما یک مسئله رو حل کنیم مرحمت درو میشینه برو که برو این طرف نگاه میکنه اون طرف نگاه میکنه. گفته تر 30 باری مردکی موندگی خواه خیز خطی زنه 30 بار موندگی. گفته دکتر یگان راه نداره. گفته یگان راه نداره، راهش همیه که اکنوم کنی ده اکنوم کنی تو روزی بدن تا مردک میبیوه زی خونه چاو میشه زنش میپرسه مردکی جون چیکار کردی آخه چی با خیزی گپ نمیدی؟ بیا مانی با یه ساعت میگذره. ای مردکی جون خیلی بفهمون آخه چی گپه چی درد علم داری؟ ای بیا مانی شو روز میشه زفت را کسی. ای مردک جون خیلی بگو آخه چی درد علم داری بفهمون التماس ما جانی تو میشم تو جانی مفهمون. گفته حادثی کار نمیخیلی مرا 30 بار خوخز مونده خطی تو برو ما 60 سال 70 سال آن ببینم. گفته مردک جان هیچ گپ نه، بیا یک کار میکنیم. گفته چیکار میکنیم؟ گفته گرافیک میکنیم. همین ایله میکنیم تا روزی بدن ما برسه گرافیک میکنیم. گفته برای خدازاده من دین شو گرافیک کردم لیچ نه در گرافیکی ما تو نستی. این پگودم 1 مینوت بس نمیکنه. این روزی سیاه بی نه در کوچه گشته میشه، نه خونه آمده میشه، نه در پدیز در آمده میشه. یک سوال فقط به ضابطه میکنم یوانی رو ده. یک سوال تو این قگپ ای گجا میدونی؟ تو چه خیلی کتاب خوندی؟ برادرای یه بار دیگه میگم این گپای ما تمام نمیشه، تمام شوی نداره. با کدام خاطر؟ با او خاطره که شهر محمد جان bez لیمیت نیه.